کنند. اصطلاحاتی هست که بعضی انسان ها صدا بلند است یا که برای شما پست است برادر عزیز؟ صدا خوب است، بلند است شیخ. بهترین. از این استفاده غلط میکنن. مخالفین خدا عاجل عاذری میگن و از دایره اسلام میکشن. این انسان های فتنه‌گر و انسان هایی که در صف موحدین فتنه را ایجاد کردن، این انسان ها از این زیاد استفاده میکنن از این کلمات. در حالی کلمه در بین سلف صالح، صحابه و تابعین چون این کلمات مروج نبود، چون این کلمات استفاده نمیکردن. ببینید میگه در زمان سلف چون این کلمه رایج نبود، سلف صالح چون این بلکه کلمه را این استفاده کلمه نمی‌بردند. یک معنای صحیح و درست داره. کسانی فتنه میکنن درباره عذر المشرک. ببینید آیا در زمان سلف صالح نام مرجع خود به خود پیدا شد؟ نام جهمی خود به خود پیدا شد؟ نام قدریه مگر خود به خود پیدا شد؟ نام کلابی خود به خود پیدا شد؟ نام معتزلی مگر خود به خود پیدا شد؟ این نام ها را سلف صالح از کجا پیدا کرد؟ ما در این مسئله خیلی یک درس طولانی هم داریم. سبب ایش نام های بدعتیه که نامگذاری اهل بدعت، سبب نامگذاری اهل بدعت از دو چیز، یا از سبب عقیدهش یا از سبب انا همون اولین نفره که این عقیده را به وجود آورد. قدریه ها در اساس قدر، تقدیر، قدر که سبحان الله خیر و شر جدا کردن، قدری گذاشته شد، عقیده قدر. اعتقادی باطلشون در بالای قدر بود، قدری گفت. پیروان جهم ابن صفوان اینقدر زیاد پیروی به جهم صفوان کردند و عقیده جهم ابن صفوان منتشر شد که گفتند جهمی. معتزله ها را که گفتند اعتزال کرده بودند از حسن بصری گفتند معتزلی. به سبب فعلش معتزله ها را به سبب فعلش، مرجئه ها را به سبب ارجایی که یعنی بسیار امید ارزو زیاد کردن از یک معنی داده. خوارج ها به سبب خروجش، نامگذاری به سبب عقیده یا به سبب فعل و عمل یا به سبب یک انسان مشهوری که یک عقیده باطل را مشهور کرد، به همون نام همون عقیده گذاشت، یک فرقه باطل را نامگذاری کرد. و این منهج سلف صالح بود و این تا روز قیامت میره. بعد از زمان سلف صالح، در زمان سلف صالح کلابی ها وقتی که پیروی به عقیده جدید از جهمی ها کمی بیرونتر یک عقیده دیگری به وجود آوردن که عبدالله ابن کلاب بود، کلابی نامگذاری کرد. انا همچنین محمد ابن کرام پیروانش رو کرامی ها گفتند. اینها به نام اشخاص، به نام رؤسای یک عقیده گذاشته شده بود، نامی همون جماعت رو گذاشتند. و بالاخره بعد از به وجود آمدن ابوالحسن اشعری، بعد از ابو منصور ماتریدی و تا امروز زیاد است. و مدخلی هم به سبب ربیع ابن هادی مدخلی گفته میشد. آذری از کجا پیدا شد؟ آذری به سبب نام یک مبتدع اساسگذار این عقیده نه، در اساس انسان و اساسگذار نه، در اساس عقیده. چخیلی که در بابی بارک الله فیکم قدریه ها گفتیم، در باب بارک الله فیکم خوارج ها گفتیم، یا در باب مرجئه ها، قدریه ها و مرجئه ها گفتیم که در اساس عقیده به اینها نامگذاری کرده شد. آذری هم در اساس عقیده عذر دادنش آذری گفته شد. علمای اهل سنت و جماعت میگن که هیچ باکی نیست، این منهج سلف است که در اساس یک عقیده باطل اگر نامگذاری کرده شود نامگذاری میکردند و این عقیده باطل را مشهور به نامش میکردند تا که مسلمان ها از این باخبر شوند و دور شوند. بارک الله فیکم. انا کنون و این سخن را علی بن خدیر حفظه الله و فک اسره شیخ حفظه الله گفتند که وقتی که آمدند و عده آمدند و عذر دادند، اگر آذری گفته شود باکی ندارد. ابو سلمان عیناً همین سخن رو گفتند، علمای نجد عیناً همین سخن رو گفتند. وقتی که مشرک رو که الله فقط به یک چیز عذر داد که به اکراه هست، کسی دیگر آمد و از این زیادتر به چیزهای دیگر که الله اجازه نداده و الله نگفته عذر داد، جهل، تعویل، خطا، بالعموم مطلقاً با خطا عذر داد، این انسان عذر داد عذرهای رو که الله نداد، عذری. و این نام هیچ مخالفت ندارد. لیکن ببینید میگه که در زمان سلف نبود.
محمد منیب وارث در اینجا تهمت به سلف بس دروغ میگه. از منهج سلف در مسئله نامگذاری اهل بدعت بیخبر است. و بعد از این گفت امروز بسیاری ها از این نام استفاده میکنند و فساد میکنند. نه، ما باید انیق و دقیق بگوییم که کی از این نام استفاده کرده و مسئله را به پایان رسانیده است. خوارج ها از نام عازری کم استفاده میبرند. برای چی؟ برای اینکه خوارج ها بالعموم همه را تکفیر میکنند. این نام را اهل سنت و الجماعت، ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت در مقابل شما بسیارتر جهمی ها استفاده میبریم. شما جهمی ها را به همین نام خونسا کردیم، خفتون کردیم. با همین نام شما را دیوانه کردیم که عازری ها مشرک ها را عذر میدهید و مسلمان میگوید، عذر را میسازید و میبافید. بله عازری است، جهمی عازری است. عازری گفته میشه کسی که عذری که الله نداد عذر داد. عازری از همون فعلش، هم از همون عقیده باطلش عازری گفته میشه. به مانند قدری، خوارج، مرجئه که از فعلش و عقیدهش گرفته شد، معتزله و غیره. انا از همین جهت خیلی که سلف صالح نامگذاری کردند، ما هم همچین عازری رو نامگذاری میکنیم. و برای چی ما عازری ها را بسیار نامش را میگیریم و ضد اینها صحبت میکنیم؟ برای اینکه اینها را مردم شناسند که این عازری ها دفاع کننده کی هستند؟ دفاع کننده مشرکین هستند و بدبیننده اهل، دفاع کننده غلط و باطل مشرکین هستند. معنای صحیح و درستش همین هست. اهل سنت هستند. دفاع کننده مشرکین هستند عازری ها و بدبیننده اهل سنت هستند. برای همین این نام زنده میکنیم. این فساد نیست. لیکن محمد وارث منیب فساد میگه. عقیده ما رو به اشاره ایمای فساد میگه. باطل است. ببینید این خبیث چگونه بازی میکنه. حالا ببینید در بین سلف صالح، صحابه و تابعین چنین کلمات مروج نبود و چنین کلمات را استفاده نمیکردند. بلکه این برای چی چنین کلمات را استفاده نمیکردند؟ برای اینکه عازری منتشر نشده بود. برای اینکه عازری ها نبودند. هر چیزی که در زمان سلف به وجود آمد نامش گذاشتن، اما چیزی که نبود نگذاشتن. و به من شما منهج تعلیم دادن که ما میگذاریم. در زمان سلف صالح اشعری نبود، ماتریدی نبود، حنفی نبود، مالکی نبود، شافعی نبود، مذهبی چهار مذهبه نبود. پس همه این فساد است و فتنه است از نظر محمد منیب وارث. ببینید اینها چگونه جاهلند. اینها چگونه جاهلند. قسمی از مسئله را میفهمند و قسمی دیگر از مسئله را نمیفهمند. بس این کلمه یک معنای صحیح و درست داره و یک معنای غلط و باطل. معنای صحیح و درستش همین هست برادر گرامی. این تقسیم باطل است. معنای صحیح درست دارد و معنای باطل دارد. این تقسیمات رو حالا ما از محمد منیب وارثی خبیث منافقی تلبیس کننده سوال میکنیم که کدام از علما انا همچنین عذر المشرک رو بدون معنا تقسیم کنونیده معنای صحیح معنای باطل گفتن. حالا که این معنا رو خودش تقسیم کرده و خودش جهمی ها رو نصرت میداد و اهل سنت رو انکار میکنه. ببینید یک کسی را که الله و رسولش کافر بگفته باشه، مثلا فرعون، ابو لهب یا دیگه کافرها را الله عزوجل در قرآن کریم قارون کفرش بیان کرده. همین کافرایی را که الله کافر گفته، یک کس بیه بگوید که نه خیر یا کافر نیستن، اینها اشتباه، اینها معذور هستن. یک کس بیه برای اینها عذر بده. عذری چی معنی؟ عذر دهنده. برای اینها عذر بده، بگوید که نه اینها کافر نیستن، اینها را الله اشتباه کرده کافر گفته. نعوذ بالله، این نفر بدون شک کافر میشه. کسی که سر الله رد کنه و بگوید که الله غلط کرده، اشتباه کرده، من تصحیح میکنم گبی الله را، این نفر کافر است. این چی در قالب عازری باشه چی در قالب غیر عازری. یعنی عازری که کافر میشه، چرا کافر میشه؟ عازری کافر یک کسی را که الله عزوجل در قرآن کفرش ثابت کرده، این میگه که نه الله اشتباه کرده، ما صحیح میگویم، گبی الله را رد کنه، به این خاطر کافر میشه، از اسلام خارج میشه. اما ببینید میگه که عازری به دو قسم تقسیم است که این تقسیمش باطل است. بعد از این میگه که عازریه که در قرآن الله نام به نام تکفیر کرده ها را تکفیر نکند، انا این عازری کافر میشود. لیکن در همین عازری هم جهل عذر است. در نزد این خوبسا جهل عذر است. یعنی یک عازری بیاید کی رو؟ ابو لهب را تکفیر، ببینید تکفیر نکند، یا فرعون رو، یا قارون رو، یا هامان رو، یا نمرود رو، یا یهود و نصارا رو نگفت، زیرا که در یهود و نصارا خودشون توبه مشکل دارد. این خوبسا یهود و نصارا رو الله سبحانه و تعالی در قرآن تکفیر کرد.
تکفیر نکند این عذری گفته می شود. در نزد اینها این عذری گفته می شود. یعنی فقط کفاره که در قرآن به نامش ذکر شد انا همون آدم ها را تکفیر نکردگی آدم عذری میشه. اگر این عذری عالم باشد گویا کفر میشد و جاهل باشد کفر نمیشود. اینو میگه. اما کافرهایی که خودشان را مسلمان میگویند، خودشان را انتساب به اسلام میدن، یعنی مشرکین منتسب به اسلام، کفار منتسب به اسلام، بمانند حاکم های طاغوتی که منتسب به اسلام هستند، لشکران حاکمان طاغوتی که خود را منتسب به اسلام میکنند، بمانند صوفای قبوری که شب و روز میلیون ها قبر پرستی میکنند، در گرد قبر حسین و نمیدونم یا رسول از رسولان و انبیاء از نبی از نبیان یا صالح از اولیاء صالحین و غیره، یا به مانند عوام رافضه که خود را به اسلام نسبت میدهند و قبر پرستی میکنند. انا اینها کی هستند؟ مشرکین هستند، کفار هستند، ولیکن اینها خودشون را به چی نسبت میدهند؟ به اسلام نسبت میدهند. یک انسان بیاید و گوید که اینها مشرک نیستند، اینها مسلمان هستند، میگه که اینا عذری گفته نمیشود. میگه ببینید برای چی محمد منیب یا محمد وارث منیب میگه که زیرا که اینها کفاری هستند که الله نامشون را در قرآن نگیرید. محمد ابن عبدالوهاب میگویند که هر کسی که فقط در قرآن بوده حکم را، نامهایی که در قرآن آمده انا همون نامها را میگیریم، بعد از این باقی مانده ها را یا تکفیری کردن عذرش ممکن نیست بگوید، این به کفر شرک واقع شده میگن و این عمل به قرآن را تعطیل کرده است. تا روز قیامت قرآن عمل کرده میشود تعطیل کرده. یعنی معنای سخن همین است که دیگر کافرها را کافر گفته نمیتوانی. یک، یا اگر دیگر کافرها را قسم بیاید مسلمان گوید ما به او انکار کرده نمیتوانیم. یعنی قرآن تا روز قیامت جوابگو نیست گفته است. اعوذ بالله. یعنی بالاخره مشکلی ها جانب های زیاد دارد. حالا ببینید چی میگه در این مسئله. یک مسلمانی که در یک مسئله ناجایز واقع میشه، چی مسئله فقهی است چی مسئله اعتقادی است، یعنی در بعضی مسائل اگر ما این خباثت است. مسئله حالا در گپ درباره عذر المشرک میرد، لیکن این خبیث مشرک، این منافق تلبیس کننده خیلی خطیر مسئله رو ببینید به فقه میبرد. انامین ما میگیم تلبیس. ببینید برادر عزیز، مسئله به عذر المشرک وقتی که رفته سوده باشد، مسئله چرا فقهی میگویی؟ چی لازم است فقهی گفتن؟ این مجمع علیه هست که در مسئله احکام، یعنی مسئله فقهی، عذر المشرک تکفیر کرده نمیشود. در مسئله فقهی حالا عذر المشرک در یک طرف است، خودی کمبودی کرده تکفیر کرده بسیار حالت نمیشود. و مسئله فقهی حالتها و شرایطهای خودش دارد. انا این نومشه میگن که تلبیس، حق و باطل آمیخته کرده، کمی سری شما را گران کرده میبرد. والله این سری شما را بیجا کردن و سری شما را دیوانه کردن و فریب دادن است. ما حالا درباره عذری صحبت میکنیم. در مسئله عذری وقتی که صحبت میکنی، چرا حالا میگه که خودش مسلمان باشد و ولی بیاید به چی واقع شود؟ به یک چیزی ناجایز در مسائل فقهی میگه. او خبیث، او خیانتکار، او مدلس. مسئله عذر المشرک در مسئله اصول دین است، نه در مسئله فقهی. اصول دین. حالا این خوبسا نفهمیدن که عذر المشرک به مسئله فقهی و به مسئله معلوم من الدین به ضروره ربط ندارد. عذر المشرک به اصول دین ربط دارد. الله المستعان، الله المستعان. این خوبسا خیانت میکنند. و بعد از این میگه که اگرچه مسئله فقهی یا مسئله اعتقادی باشد، نمیگوید، اینو نمیگوید، مثل ما آشکار واضح عقیده را بیان نمیکند که اگر یک نفر بیاید خودش را مسلمان بگوید، دیده و دانسته و فهمیده خودش مسلمان میگد، قرآن خونده میتواند، در بین مسلمان ها است، رفته قبر پرستی کند، این مشرک است. بله این مشرک است، این به شک نیست. یک کسی دیگر همون را دید، همون قبر پرست رو دید، دانست، فهمید که این قبر پرست است، این همراه الله قبر را عبادت میکند، همراه الله طاغوت را اطاعت میکند، الله نمیشناسد، این الله مشرک گفته، همین فهمیده، لیکن میگه که نه،
ما اینا مشرک نمیگیم، اینا مسلمان میگیم. همین آدمی که مشرک گفته الله را مسلمان میگه عذری شد یا نشد؟ این عذری است. این عذری است. اگر این عذری دیده و دانسته بعد از معرفت الحال مشرک را مشرک نگفت، کافر است. اگر این عذری یک آدم جاهل باشد و نفهمیده معرفت الحال نداشته باشد، البته جهلش براش عذر است. الله المستعان. اما اینها میگن که نه، این عذری گفته نمیشود. یعنی محمد انصاری، عبدالرحمن فاتح و امروزه هزارها دیگر یا صدها عذریه که مشرکای رافضه را دفاع میکند، لشکرهای طاغوت دفاع میکند، مشرکای طاغوت به مانند اردوغان و اینا مسلمان گفته دفاع میکند، قبر پرستی میکند، قبر پرستا را، قبر پرستی کرده ها را دفاع میکند. برادری ما مسلمان است میگه. حالا توحید و شرک از همدیگر جدا نکرده است. شرک و توحید را در یک جا جمع شدنش را جایز میداند. در نزد محمد منیب وارث این مسلمان است، این بهترین است. و کسی بیاید انا همین عذری را عذری گوید و گمراه گوید، این خوارج است. یعنی عقیده ما اهل سنت و الجماعت در نزد محمد انصاری چی است؟ اعوذ بالله، عذری است. برای چی؟ برای که محمد انصاری با کدام نمود مشرکا جهل عذر نیست میگه. حالا میبینید در دوامش به همه مشرکا جهل عذر نیست نمیگه، به قسمش جهل عذر است میگه. پر عذر بدیم به گپ ما کافر نمیشیم. اگر کسی میگه که ما به گپ کافر میشیم دروغ میگه. به خاطر چند دلیل. ببین برادر گرامی، الله سبحانه و تعالی داستان عیسی علیه السلام را بیان دلیل آوردن رو شروع کرد. پیش از دلیل آوردن میگه که کسی ببینید خوب دقت بدید برادر، اینا تلبیس خبیثانه کرد، تلبیس الخبیث. این مدلس خبیث خیر تدلیس کرد. ببینید این میگه که یک انسان مسلمان بیاید مشرک ها را تکفیر نکند، مشرک هایی که خود را به اسلام نسبت میدهند انامینها را تکفیر نکند، این عذری گفته نمیشه. کسی که همین انسان را عذری گوید این دروغ گفته است میگه. برای چی؟ برای اینکه میگه که یعنی این مشرکا را الله در قرآن گویا تکفیر نکرده است، برای اینکه اینها مسلمان خود را به اسلام نسبت میدهند میگه. آیا سوال به شما برادران موحدم، خواهران موحدم، محمد وارث منیب مشرک آیا در همین سخنش سلف صالح را دروغگو گفت یا نگفت؟ من بار دیگر تکرار میکنم سخنی که در اول تکرار کرده بودم. در زمان سلف صالح، در زمان احمد ابن حنبل، ابو زرعة الرازی، ابو حامد الرازی، امام البخاری، در زمان همه سلف صالح، وقتی که به نام یک عده مسلمان بودند به شبهه گرفتار شدند و کلام الله را مخلوق گفتند. سلف صالح این کلام الله مخلوق گفته را کافر گفتند یا نگفتند؟ بله کافر گفتند، جهل عذر نیست گفتند. در مسئله کلام الله را مخلوق گفتند، جهل عذر نیست گفتند. بعد از این عذریش را چی گفتند؟ عذریش را گفتند که کسی که کلام الله گفته را که خود را به اسلام نسبت میتد، همین کلام الله گفته خود را به اسلام نسبت میتد. کلام الله مخلوق میگفت ولی نماز میخوند. کلام الله مخلوق میگفت، امام مسجد بود. کلام الله مخلوق میگفت، عالم به نام عالم بود، ابن ابو داود و غیره. کسی که انا همونها را از مسلمان کسی که اونها را دیده و دانسته حالتشون را فهمیده حکم نکند، کافر است. سلف صالح حکم عذری را ماندند در منتسب به اسلام. آدم‌هایی که کافر شد در یک مسئله خود را به اسلام نسبت میداد، سلف صالح عذریش را تکفیر کرد. انا کنون به اجماع سلف صالح در کتاب اصل سنت و اعتقاد الدین ذکر شد، در کتاب حرب ابن اسماعیل کرمانی ذکر شد، در کتاب عبدالله ابن احمد ابن حنبل ذکر شد، در کتاب شرح سنة احمد ابن حنبل السنه ذکر شد، در کتاب التوحید ابن خزیمه ذکر شد، للاجری ذکر شد، الشریعه للاجری. انا کنون بارک الله فیکم برادران عزیزم، این انسان میگه که نه، کسی که به کفر واقع شد از منتسب به اسلام باشد او را دیده و دانسته تکفیر نکرده ها عذری گفته نمیشند. کسی که او را عذری گفت دروغگو است. سلف صالح دروغگو گفت. ما برای همین میگیم که این تلبیس میکند، این کذاب است، این خبیث است، شما را فریب میدهد، به نام یک پرده اهل سنت فریب میدهد، تلبیس میکند.
مسئله عقیده به فقهی میگن، اصول دین عقیده میگن. اولا عقیده گفتن این مسئله درست نیست. در اینجا مسئله اصول دین است. عقیده دیگر چیز است، اصول دین دیگر چیز است. عقیده در درونش مسئله معلوم من دین من الضروره دارد، دقایق دارد، جزئیات دارد، اما اصول دین این معلوم مشهور است و از همه سخت‌ترین مسئله دین است. چرا اینها اصول دین گفته گپ نمیزنند و میگه که مسئله اگر فقهی باشد و اعتقادی باشد، این است تدلیس، فریب، خبیثی و ما از همین خباثت اینها چندین وقت است که به شما خبر میدیم. بارک الله فیکم. انا که میگه که دروغ گفته است، برای چی؟ برای که دلیل میارد. دلیل آوردنش دلالت میکند که دلیل آوردن محمد وارث منیب دلالت میکند که وارث منیب مشرکان را به دو قسم تقسیم کرده. مشرکایی که کفار اصلی هست الله اونها را تکفیر کرده، به کفار اصلی جهل عذر نیست. اما مشرکای و کافرهای هست که مسلمان بود ولی خطا کرد یا جاهل یا نفهمیده، استهزا یا خطا این آن کرد و به کفر واقع شد، در اینها جهل عذر است. یعنی چی خیلی که آذری را به دو قسم تقسیم کرد، محمد وارث منیب کافران را به دو قسم تقسیم کرده، کفار اصلی و کفاری منتسب به اسلام. بله این تقسیمات وجود دارد، کفار اصلی میگیم، کفار منتسب به اسلام میگیم، اما در مسئله کفر شرک یک حکم دارد، هر دوشون کافر است. در مسئله جهل عذر نیست، هم کفاری به کفار اصلی جهل عذر نیست، هم به کفار منتسب جهل عذر نیست. اما محمد وارث منیب در این صحبتش جدا میکند. کفاری که الله در قرآن تکفیر کرده برای اونها جهل عذر نیست، عذریش کافر میشد میگه. اما کفاری که الله در قرآن نام به نام نگفته، الله در قرآن صوفی قبوری نگفته است، الله در قرآن رافضه مشرکی علی پرست نگفته است، الله در قرآن قدری نگفته است، الله در قرآن جهمی نگفته است. انا اینها کافر برای اینها میگه، اینها که منتسب به اسلام هستند جهل عذر است میگه. ببینید ای کسانی که محمد وارث منیب را میگه که شیخ هست و جهل را عذر نیست میگوید، این جهل عذر میگه. جهل عذر نیست به همان مشرکا و کافرانی که الله در قرآن نام به نام ذکر کرد. اما مشرک و کافری که خود را به اسلام نسبت میدهد، به مانند امروزه مشرکین، به مانند امروزه قبوری ها و رافضه ها، جهل برای اینها عذر است میگه. برای چی؟ برای که دلیلش نظر بکنید. حالا ببینید دلیل کرده در قرآن کریم. عیسی علیه السلام حواریون داشت. حواریون یعنی پیروا داشت. پیروای عیسی علیه السلام برای عیسی علیه السلام گفتن که آیا الله میتونه که یک دسترخوان برای ما پایین بکنه؟ آیا الله میتونه که یک دسترخوان برای ما پایین بکنه از آسمان؟ ببین الله متعال فرموده اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. حواریون که مسلمان های خوب بودن، لکن غلطیشان ببین، به عیسی علیه السلام میگن که آیا پروردگارت میتونه که یک دسترخوان از آسمان به ما پایین بکنه؟ عیسی علیه السلام چی گفت؟ گفت قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید از الله بترسید. نگفت که کافر شدید به گپتان. یعنی بارک الله فیکم اینترنت. بارک الله فیکم در اینجا دلیل آوردنش رو خوب دقت بدید. محمد وارث منیب مشرک ملبسی خبیث، بارک الله فیکم، فریب خیلی قوی میدهد و مثل دیگر آذری ها، مثل دیگر آذری های تاجیک، مثل دیگر آذری پیش از این گذشته و بعد از این آینده، حضرت عیسی علیه السلام را آذری میگد. حالا از این دلیل آوردهش حضرت عیسی علیه السلام گویا آذری بودند و حواریین از همه بهترین مؤمنین، سرسپرده ها در توحید، شاگردان نزدیکترین عیسی علیه السلام، شک به قدرت الله کردند. این چگونه دلیل؟ حالا اینها ببینید، یکی از تلبیس این خوبسا همین است که مسئله رو واضح آشکار بیان نمیکنن برادر عزیز. مسئله رو آشکار و واضح بیان نمیکنن. سوال دوم که آذری که گفته میشه دوست، مسئله چی است؟ مسئله همین است که بارک الله فیکم، مسئله همین است که در حقیقت در قرآن این آیت است. الله سبحانه و تعالی قصه عیسی علیه السلام و حواریین را ذکر میکنه. اهل حواریین یعنی حواریین، این شاگردان عیسی علیه السلام، به عیسی علیه السلام میگن که
هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. آیا همین سخن به فهم محمد وارث منیب فهمیده می شود یا به فهم علمای محققین فهمیده می شود؟ به مانند محمد وارث منیب جهلای دیگر گفتند که حواریین در ان همین جا شک به قدرت الله کردند. زیرا چگونه ترجمه کردند آیت رو؟ اینها گفتند که معنای آیت همین است که آیا، یعنی اینها گفتند، همین محمد وارث منیب هم همین میگه، یعنی حواریین به عیسی گفتند که ای عیسی، آیا رب تو میتواند که به ما یک دسترخوان مائده از آسمان نازل بکند؟ این سوال کردن را سوال استفهام شکی، سوال شک پنداشتند. یعنی این خوبسای آذری ها فکر کردند که بهترین موحدین، شاگردان رسول الله، شاگرد عیسی علیه السلام به قدرت الله شک کردند، کفر کردند، کافر شدند میگن. ولی عیسی علیه السلام آنها را تکفیر نکرد، فقط گفت که از الله ترسید. اگر میگد آذری را ما کافر گوییم، عیسی علیه السلام را هم کافر گفتن در کار میگد. این بی‌ادبی محمد وارث منیب، این بی‌ادبی همه آذری ها هست. این خباثت محمد وارث منیب خباثت همه آذری ها است. اینها میروند در مسئله حکم یوسف علیه السلام را میگن که حکم به حکم غیر الله کرد، در زیر طاغوت کار کرد میگن. به حضرت ابراهیم علیه السلام میروند و میگن که آفتاب محتاب را رب گفت، حالا که در اینجا انکار بود، لیکن اینا دیگر میفهم. در مسئله رسول الله موسی علیه السلام میروند، در مسئله رسول الله صلی الله علیه و آله میروند که هزارها شاگردشون از اهل بدر شرک کرد میگن، پیامبر صلی الله علیه و آله اونها را مشرک نگفت میگن. یعنی اینها به خاطر دفاع کردن آذری باید شاگردان رسول الله را طعنه زنند. و این است که عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله گفتند که الحمد لله الذي لم يجعل لأهل البدعة سلفا. الحمد لله رب العالمین که اهل بدعت به خودشون یگان سلف از صحابگان رسول الله را ندارند در همین عقیدهشون. و الحمدلله که اینها در اساس قرآن و سنت بدون طعنه رسولان، بدون طعنه شاگردان و ایمان آوردگان و اصحاب رسولان عقیدهشون رو بیان کرده، ثابت کرده نمیتونن. به مانند رافضه عقیده رفضش رو فقط در یک حالت بیان کرده میتونه، در حالتی تکفیر صحابگان و مرتد گفتن صحابگان. در غیر این حالت عقیده اینها پوچ و نابود است. این آذری ها یگانه راهشون طعنه زدن به صحابگان، به شاگردان پیامبران و طعنه زدن به خود پیامبران است. حالا محمد وارث منیب عیسی علیه السلام رو میگه که چی؟ شاگردان عیسی شک به قدرت الله کردند، عیسی اونها رو تکفیر نکردن. میگه ما میگیم که بیچاره، اولا این بی‌ادبی تو است ای منیبی وارث منیب جاهل احمق سفح. بی‌ادبی تو است که شاگردان یک ساله دو ساله نه، یک چند ساله شاگردان عیسی علیه السلام را تو جاهل در قدرت الله گفتی. این زیبنده شأن و شرف حواریون، بهترین مؤمنین و موحدین گرد و اطراف شاگردان عیسی علیه السلام هستند. این لایق شأن شرف اونها نیست. این بی‌ادبی در حق است. خیلی که علمای ما میگن. اما نظر بکن که علما این آیت را چگونه تفسیر کردند. اولا در حق حواریون، این بعضی 12 نفر بودن، زیاد و کم بودن میگن 12 نفر. بله، قرطبی در تفسیرش میگه که ان الحواریین خلصاء الانبیاء و دخلاؤهم و انصارهم كما قال نحن انصار الله. معلوم أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بمعرفة الله وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليهم، وأن يبلغ ذلك أممهم، فكيف يخفى ذلك على باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله. ببین قرطبی چگونه حواریین را دفاع میکند و میگوید که حواریون اینها خلصاء الانبیا بودند، بهترین بعد از در همون زمان خودشون بعد از عیسی علیه السلام بهترین اونها بودند. همون حواریون گفتند که ما نصرت دهندگان الله، انصار الله هستیم. و معلوم است که همه انبیا به توحید
شاگردان خود را تعلیم میدادند. اینها موحدین بودند و ناممکن است که میگوید انا همین کسانی که حواریون گفتند که ما انصار الله هستیم بیایند و در قدرت الله جاهل مانند. حتی یجهل قدرت الله میگه تا اینکه از قدرت الله این ناممکن است میگه. فالصحیح ان قول الحواریین لم یکن شک. البته سخنی قرطبی به پایان رسید. حالا سخنی یکی از علمای اهل سنت رو میخونیم که میگه فالصحیح ان قول الحواریین لم یکن شک في قدرة الله سبحانه كما يدعي هؤلاء الزنادقة. سخنی صحیح همین است که در اینجا هل یستطیع ربک گفته وقتی که مراجعت به عیسی علیه السلام حواریون کردند این سخنشون سخنی شک نبود، چگونه که زنادقه ها ادعا میکند. زنادقه کی بود است؟ محمد وارث منیب زنادقه. زیرا که هر کسی بگوید که حواریون به قدرت الله شک کردند در اینجا کفر ورزیدند ولی جاهل بودند از سبب جهلشان، حضرت عیسی علیه السلام اینها را عذر دادند. بگوید این زندیق است و از جمله زنادقه است. این سخن را بجز زندیقها همین عاذری های خوبسای بی ادب ها کسی نمیگوید. کما یدعی هؤلاء الزنادقه، این سخن را انا همین زنادقه ها دعوا میکنند. و انما المعنى كما ذكره اهل التفسير في حمل معنى الآية على إهدى روايتها فقد اختلفت القراء في قراءة قوله سبحانه وتعالى. بلکه مفسرین این آیت را به دیگر معنا بیان کرده و این را به من و شما فهمانیدند. این آیت به دو روایت قرائت معنی داد کرده میشد. زیرا قراها یعنی قاریها در زمان سلف صالح به بالای قرائت این آیت اختلاف کردند به دو قرائت. یک قرائت است که میگه یستطیع ربک بالیا به حرف یا، و یک قرائت دیگری مشهور و معروف است که قرائت از همین قرائت سبعه هست. هل تستطیع ربک میگه هل تستطیع ربک و کلا الروايتين بعيدة كل البعد عن هذا المعنى الذي ذهب إليه هؤلاء المرجفون. هر دو روایت قرائت هم اگر این قرآن آیت رو هل یستطیعو بگوید هم یا هل تستطیعو بگوید هم، در هر دو حالت هم معنای این آیت به معنای شک کردن به قدرت الله نمی رود. حواریون به قدرت الله شک نکردند، چگونه که این مرجفون، این طعنه زننده ها به موحدین، این زنادقه ها به مانند محمد وارث منیب میگه. انا کن در دوان شگن که فقراءة الكاسائي وهي قراءة علي بن أبي طالب وعائشة ومعاذ وابن عباس وجمع من الصحابة هي بلفظ هل تستطيع بالتاء هل تستطيع ربك هل تستطيع ربك بالنصب میگه هل تستطيع ربك. یعنی ببینید از صحابگان علی رضی الله عنه، عایشه رضی الله عنها، معاذ، عبدالله ابن عباس و جماعت زیاد از صحابگان انا همین آیت را چگونه قرائت میکردند؟ هل یستطیع ربک نمیگفتند بلکه میگفتند هل به حرف یعنی ت تستطیع و نصب میکردند رب را ربک. هل تستطیع ربک معناش چی میشد؟ هل تستطیع یا موسی ان تسأل ربک. معنای آیت همین است که ای عیسی، معذرت خواهی میکنم اینجا هل تستطیع یا عیسی، بله موسی و عیسی، حواریین به عیسی خطاب کرده بودند که ای عیسی هل تستطیع انت، آیا تو میتوانی دعا کنی ربت را، تو دعا کنی ربت را که به ما یک دستاخوان یک مائده نازل بگه. یعنی معنای آیت این است که حواریون به قدرت الله شک نکردند. در اینجا شک گفتنی چیزی نیست، بلکه به عیسی گفتند که ای عیسی آیا تو میتوانی که یک دعا بکنی به الله و از الله طلب بکنی که الله از آسمان به ما مائده دسترخوان نازل کند که طعام داشته باشد. انا همین قرائت را کی میکرد؟
ای گمراه گشته و ضال و مضل و خبیثه که فریب میدی مردم رو. این قرائت علی ابن ابی طالب، عایشه، معاذ، عبدالله ابن عباس و جماعت بزرگی از سلف بود، از صحابگان رضی الله عنهم بود که میگفتند این آیت رو قرائت میکردن. هل تستطیع ربک، آیا تو میتوانی، یعنی هل تستطیع ان تدعو، هل تستطیع ان تدعو ربک، آیا تو میتوانی دعا بکنی، طلب بکنی از ربت ای عیسی. ببینید هل تستطيع، هل ترى ان تدعوه. در دوامش شیخ ما حفظه الله میگه که لم يكن الحواریون شاکین ان الله قادر ان ينزل عليهم ذلك وانما قالوا لعيسى هل تستطيع انت ذلك. ولكن این سخن شیخی که ما گفتیم، این سخن از تفسیر ابن کثیر است. ببینید این سخنی که ما گفتیم یکی از مشایخمون از تفسیر ابن کثیر گرفته ذکر میکنه. تفسیر ابن کثیر نظر بکن در زیر همین آیت میفهمی. حدثنا وكيع حدثنا محمد بن بشر، يعني امام ابن كثير وغيره میورن که قالت عائشه كان الحواريون لا يشكون ان الله قادر ان ينزل عليهم مائده ولكن قالوا يا عيسى هل تستطيع ربك. محمد وارث منیب میگه که شاگردان عیسی حواریون شک به قدرت الله کردن. به سند صحیح اومده است که عایشه رضی الله عنها روایت میکنن که نه، حواریون شک به قدرت الله نکردند، بلکه حواریون گفتند که ای عیسی آیا هل تستطیع ربک، آیا تو میتوانی دعا کنی ربت رو. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع عن ابن عبد الله بن عمر عن ابن أبي مليكة قالت عائشة رضي الله عنها قال الحواريون لا يشكون، كان الحواريون لا يشكون، حواريون شك نمی کردند که ان الله قادر، که الله قادر به همه چیز است، اينزل عليهم مائده، قادر به نازل کردن مائده است. ولكن قالوا، ولكن حواریون گفتند که یا عیسی ای عیسی هل تستطيع ربک، آیا تو میتوانی دعا کنی ربت رو. و همین روایت رو از سعید ابن جبیر آوردن. سعید ابن جبیر گفتند که انه قرأها كذلك هل تستطيع ربك، يعني وقال سعید ابن جبیر در زیر تفسیر این آیه گفتند که هل تستطيع ان تسأل ربك، معناش این بود که سعید ابن جبیر گفتند که ای عیسی آیا میتوانی ربت رو سوال کنی که به ما یک درس خوانی بده. وقال الا ترى انهم مؤمنون، یعنی در اینجا سعید ابن جبیر گفتند که آیا نمیبینی که اینها مؤمنین و موحدین هستند. ببینید برادران عزیزم، برای همین ما میگیم که محمد وارث منیب خطرناک است، خیلی خطرناک است. عیناً شبهات عازری ها رو عیناً به طریقه عازری منتشر میکنند، لیکن بعضی از جهلا نمیفهم. برای شناختن این مدلسین، برای شناختن این جهمی هایی که زیرکانه میخواهند اهل توحید را گمراه کنند، علم لازم است، فهم لازم است. خیلی بدقت باید به اینها نظر بکنید. قرائت یکم ما به پایان رسوندیم، ولی هل تستطيع بود. قرائت دوم هل يستطيع، قرائت معروف به حرف یا برفع با ربک. هل اولا قرائت یکم هل تستطيع ربک بود از عایشه علی رضی الله عنهم از صحابگان. حالا قرائت دوم که معروف است امروز ما میخونیم، قرائتی که در اینجا در قرآن اینچنین نوشته شده است هل یستطيع ربک، ربک نه یا ربک. انا کن علما و در دوامش در تفسیر بغوی آمده است که میگن که ولم يقولوه شاكين في قدرة الله عز وجل ولكن معناه هل ينزل ربك أم لا، كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع، وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لا. وقيل يستطيع بمعنى يطيع، يقال
أطاع واستطاع بمعنى واحد كقولهم أجاب واستجاب. معناه هل يطيعك ربك بإجابة سؤالي. تفسیر بغوی را ببینید. امام بغوی چی میگه که این سخن حواریون در این قرائتی که مشهور است هل یستطیع ربک، در اینجا چی است؟ در اینجا این قرائت، این سخن حواریون در حالت شک کردن به قدرت الله نبود، بلکه معناش این بود که هل یطیعک ربک، آیا الله دعای تو را قبول کرده به ما در سخن را نازل می کرده باشد؟ یعنی آیا هل یطیعک ربک به اجابت سؤالک، گفتن آیا الله سبحانه و تعالی سؤال تو را، طلب تو را اجابت می کرده باشد؟ قال ابو جعفر کیست؟ ابن جریر الطبری. وأولى القراءتين عندي بالصواب قراءة من قرأ ذلك هل يستطيع بالياء ربك برفع الرب، بمعنى هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه. ببینید ابو جعفر الطبری چی میگوید؟ میگوید که بهترین قرائت در نزد من هل یستطیع بیا هست و برفع با هست، ولی معناش این است که هل یستجیب لك این سألته، ای عیسی اگر تو ربت را دعا کردی که حاضر به ما دسترخوان مائده را نازل کن، آیا الله دعای تو را قبول کرده یک بار نازل میکند؟ این شک به قدرت الله نیست، این شک به قدرت الله نیست. این حواریون ایمان داشتند که الله قادر است، ولی اینجا سوال آیا دعای تو را یک بار اجابت میکند یا نمیکند؟ یک بار اجابت یا نمیکند. پس سخن حق چی است؟ مخالف این زندیق است. سخن حق مخالف این زندیق ها، عازری ها، مخالف محمد وارث منیب است. یعنی حواریون شک به قدرت الله نکردند، لیکن محمد وارث منیب انا همین دلیل می آورد. بله دلیل از قرآن است. دلیل سه است. استدلال باطل است. استدلال یعنی فهم از این آیت، دلیل گرفتن از این آیت، منهج فهمیدن منهج جهمی ها، زنادقه ها، مرجفون صفحه است. برای همین ما گفتیم، اما یک نفر برآمده است استادی ما این است نفهمیدین این کرده، ما استادت را چنان خوب میفهمیم که شما نمیفهم. مرحمت دوام صحبتش. مسلمان های خوب بودن، لکن غلطیشان ببین. به عیسی علیه السلام میگن که پروردگارت میتونه که یک دسترخوان از آسمان به ما پایین بکنه؟ عیسی علیه السلام چی گفت؟ قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستی از الله بترسید. نگفت که کافر شدید به گپتان. یارا عذر داد. عیسی علیه السلام عاذری بود در این مسئله. برای حواریون چی داد؟ عذر داد. به گپ این خوارج بدبخت عیسی علیه السلام کافر شده، به خاطر که میگن که می عذر دادی کافر میشی. پس عیسی علیه السلام خو حواریون عذر داد، گفت از الله بترسید اگر مؤمن هستید. چرا این گپ میزنید؟ نگفت که کافر شدید برید از سر ایمان بیارید، از سر ایمان را تجدید کنید. این گپ نگفت، فقط گفت از الله بترسید و اگر مؤمن هستید. یعنی مؤمن این گپا را نمیگه. یعنی عیسی علیه السلام یا عذر داد، یا گفتن که آیا الله میتونه یا نمیتونه، یا عذر دادن. همچنان در صحیح بخاری لکه شنید سخن این مشرک را گشته و برگشته به زبان خودش محمد وارث منیب مشرک میگه که حضرت عیسی عذر دادند شاگردانشان را، حواریین که به قدرت الله شک کرده. و ما میگوییم از سخن صحابه، از سخن مادرمون عایشه رضی الله عنها، از سخن عبدالله ابن عباس، از سخن عبدالله ابن عمر، از سخن سعید ابن جبیر و از سخن مفسرین به مانند ابن جریر الطبری، به مانند بغوی، به مانند ابن کثیر، به مانند قرطبی، همه تفسیر مفسرین میگن که یگان نفر از علمای اهل سنت سخن محمد وارث منیب را نگفته، از سلف تا خلف امروزه، بجز زنادقه ها، بجز جهمی ها. کسی حواریون را به کفر واقع شدند، شک به قدرت الله کردن نگفته. کسی حضرت عیسی را، شاگردانشان را جهل عذر دادند یا که عذری بودند نگفته، بجز زنادقه های عصر عذری ها. برای همین ما اینها را جهمی میگوییم، برای همین میگوییم طعنه زدن برای موحدین و مؤمنین میگوییم. حالا من همه سخنهای سلف را به شما بیان کردم، سخن مادرمون عایشه را بیان کردم، سخن بارک الله فیکم سعید ابن جبیر را بیان کردم،
سخن همه سلف رو و سخن مفسرین رو بیان کردم. همهشون میگن که در هر دو حالت هم هل تستطیعو بگوی و ربک رو با فتح ربک بنصب بگوی یا هل یستطیعو بزمه ربک بگوی. در هر دو حالت هم این شک به قدرت الله نیست. این یک سؤال بود که هرگز به شک قدرت الله نمیکند، بلکه این سؤال به عیسی بود که آیا تو میتونی دعا بکنی؟ در تمام کتاب‌های عقیدوی علمای ما این تعلیم دادن، لیکن اینها در کدام نزد علما خوندند؟ محمد وارث منیب در کدام نزد علما خونده که این مسئله را به منهج آذری، ربیع ابن هادی المدخلی، به منهج جهمی، رافضی، قبوری میفهم؟ علمای ما، علمای کبار این عصر همه مثل که من به شما بیان کردم، از همین تفسیر بغوی، ابن کثیر، تفسیر ابن جریر الطبری، تفسیر ابن حاتم الرازی و از سخنهای مادرمان عایشه رضی الله عنها و دیگر صحابه سعید بن جبیر و غیره از سلف میفهم. لیکن این خبیث از کجا میفهمد؟ فهم اینها رو فهمیدید؟ محمد وارث منیب فریبش رو، نیرنگش رو فهمیدید؟ حالا به این دلیل آورده که دلیل صحیح است، آیت قرآن است، استدلال باطلی کردهش. این خبیث چی میخواد؟ میخواد بگوید که اگر کسی خود را مسلمان بگوید به کفر اکبر، شرک اکبر واقع شود، او را تکفیر نکرده آدم هیچ باکی نداره. تکفیر نکننده ها هیچ کسی نیستند. تکفیر نکننده های مشرکین، تکفیر نکننده های کفار مگه هیچ کسی نیستند. حالا این سخن باطل است و ما سخن سلف اجماع رو آوردیم که در زمان سلف کلام الله مخلوق گفت کافر شد، این کافر نگفته کافر گفتن به اجماع. حالا دلیل دوم این خبیث، تلبیس دوم این رو میاریم. ببینید که شبهات رو منتشر میکند برای اینکه جهل عذر است، برای اینکه جهل عذر است و عذری باکی ندارد. حدیث است، دو تا دخترک بودن در پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. دو تا دخترک پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و شعر میخواندن در روز عید. گفتن که در بین اشعار خود گفتن و فینا نبی یعلم ما فی الغد، در بین ما گفت پیامبری هست که گپای فردا را میدانه. در بین ما پیامبری هست که گپای فردا را میدانه. کفر کردن، گپ کفری گفتن، علم غیب برای پیامبر ثابت کردن، در حالی که قرآن میگه که علم غیب غیر از الله عزوجل دیگه کس نمیدانه و هیچ نفس نمیدانه ماذا تکسب غدا، که فردا چی میکنه، هیچ کس نمیفهمه آینده خدا. این دو دختر گفتن که پیغمبری داریم که گپای فردا را میدانه. رسول علیه الصلاه و السلام نگفت که کافر شدید، مشرک شدید، کلمه را از سر بخوانید. نبی علیه السلام یارا عذر داد همین دخترا را، برایشان گفت که این گپ را نگویید و مو اشعار دیگه تا نگفت بخوانید، این اشعار تا نخوانید. نظر به گپ خوارج نبی علیه الصلاه و السلام کافر شده. نعوذ. ببینید به ادبی این خبیث رو ببینید، به ادبی این خبیث رو ببینید. حالا از یک رسول الله بیرون شد، به ادبی رو در حق عیسی علیه السلام و حواریون بهترین مؤمنین به ادبی رو کرد. اونها را حواریون به قدرت الله شک کردند، کفر کردند. حضرت عیسی اونها را عذر دادن، گفت اومد. حالا انکنون میآید به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که از نظر اینها رسول الله کافر شده. میگه اعوذ بالله. اولا این چنین صحبت کردن یک بی ادبی و خیلی بی منهجی و احمقی است. ثانیاً ببینید جواب ما رو. حدیث است، حدیث ثابت است، ولی کی بود؟ دو دخترچه بود، یک دخترچه بود. یکی از اونها این سخن رو گفت و عندنا نبی تعلم ما فی الغد گفت. یکی از اونها اعوذ بالله من ذلک، زیرا یکی از اونها گفت، یا هر دوش بگوید باکی نداره. اولا اینها به سن تمیز نرسیده بودن. تحقیق بکن، تحقیق بکنه جاهلی منیب مشرک. پیش از این که رسول الله را طعنه زنی، پیش از این که از نام دین الله صحبت بکنی، اینکه جهل عذر است بگویی، پیش از این که مشرکا را دفاع بکنی، مطالعه بکنه ای جاهل خبیث مدخلی. علمای ما میگویند که این انسان، این کودکچه یک دختری بود که کودک بود، به سن تمیز نرسیده بود. در اینجا یک مسئله باز می شود. مسئله همین است که کسی که به سن تمیز نرسیده وقتی که کفر اکبر و شرک اکبر را انجام داد، آیا کافر گفته می شود؟ یعنی کودک را صبی نمی شود. ما به اجماع نقل کردیم و ما به شما همیشه می گوییم که برادران اهل توحید، کسی که صبی باشد، کودک باشد، یعنی
4 ساله 5 ساله 6 ساله باشد، در اولهای قدم 7 باشد، این کودک است و کسی که از همین کودک ها کفر اکبر را بکند یا شرک اکبر را کند، این کودک را تکفیر کرده نمی شود. برای چی؟ برای اینکه کودک بدون قصد عمل را انجام میده. زیرا که کودک عملهایی که انجام میده بدون قصد است، همون عمل قصد کرده انجام نمیده. زیرا که کودک در عملهای کردهش جوابگر نیست. کودک مجنون برابر است. خیلی که مجنون اگر کفر کرد شرک کرد ما او را کفر نمیگوییم، پیش از مجنون بودنش اگر مسلمان بود او حکم مسلمانی را دارد. یک نفر مسلمان بود، پناه به الله رفت و مجنون شد، یعنی دیوانه شد و در حالت دیوانگی وفات کرد و در حالت دیوانگی سخنهای کفری و شرکی را انجام داد. ما به این جنازه میخونیم زیرا که مجنون عملش قبول نیست، زیرا که عقل ندارد، عقلش مغلق شد، محکم شد به سبب مجنونی. این چونین کودک عقلش کامل نیست، عقل ندارد، از سبب عقلش کامل نبودن و عقل نداشتنش قصد کرده نمیتواند. کفری که کودک میکند، شرکی که کودک میکند، گویا که اصلا انجام نداد، گویا که اصلا وجود ندارد. یک دخترچه که 5 ساله 6 ساله 7 ساله است بیاد الله و رسول به خبر دشنام داد، بله ما اینا نصیحت میکنیم، بله تربیت میکنیم، ولی کفر نمیگوییم، کودک است. اما بعد از سن تمیز اگر کسی کفر کرد شرک کرد آیا کافر و مشرک گفته می شود تا به سن بلاغت رسیدن؟ زیرا ما کودکی داریم، سن تمیز داریم و بعد از این بلاغت داریم. سن تمیز از مابین 7 سالگی تا به سن 15 سالگی است. در سن 15 سالگی انسان به بلاغت میرسد. از نظر عمر و سن در سن 15 سالگی به بلاغت میرسد. قول راجح همین است. پیش از این هم به بلاغت رسیدن ممکن است اگر احتلام شد، مثلا دیگر از علامت‌های یا حیض دید و غیره، دیگر علامت‌ها باشد. اما اگر علامت‌ها دیگر علامت‌ها به وقوع نپیوست، دیگر علامت‌ها به وجود نآمد، 15 ساله شد، حکم بلاغت داده میشد. اگرچه دیگر علامت‌ها به وجود نآمد، احتلام نشد یا غیره، موی زیر ناف نبرآمد، حیض نشد، در سن 15 سالگی حکم بلاغت داده میشد. بالاخره علما بعد از سن کودکی، بعد از سن جوریگی، بعد از سن کودکی در سن تمیز بین همدیگر اختلاف کردند. قسمی از علمای سلف گفتند که هر کسی فرزند مسلمان باشد، خود را مسلمان زاده بگوید، در بین مسلمان ها زندگی بکند، به سن 8 9 10 11 در آمده باشد، کفر کرد شرک کرد کافر گفته می شود، ولی این را عذاب داده نمی شود. در سن تمیز کافر گوید هم ولی جزا به کفر داده نمی شود. ببینید در سن کودکی، در سن صبی تا 7 ساله کافر نمیگویی، مشرک نمیگویی، اما بعد از سن 7 ساله تا 15 ساله بعضی از سلف گفتن که کافر میگویی، مشرک میگویی ولی جزا نمیدی. این سخنی کی بود؟ سخنی ابن جریر الطبری که در کتاب التفسیر فی معالم الدین نقل کردند و به سلف نسبت دادند و علماها را ذکر کردند. ولی زیاد از علما، جمهور علما گفتند که در سن تمیز وقتی که 8 ساله 9 ساله 10 11 ساله کودک بیاید کفر اکبر رو یا شرک اکبر رو انجام بدهد، حتی جزا در یک طرف است، حتی تکفیر نمیکنید. تکفیر گفتن بعد از سن بلاغت است. ولی در این مسئله قول راجح وجود دارد، بله کشمکش ها وجود دارد، ولیکن این مسئله علمی است. اکنون حدیثی که حالا محمد وارث منیب زندیق مدلس خبیث ذکر کرد، این دو جاریه در حدیث جاریه آمده است. جاریه کی را گفته میشه؟ دخترچه هایی که حالا به سن حتی تمیز نرسیده. زیرا در زمان رسول الله معلوم بود که به در سن بسیارتر 9 ساله و 10 ساله به بلاغت میرسیدن. تا سن 7 ساله بله سن تمیز بود. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم سن تمیز را جدا کردند و چی گفتن؟ علموا اولادکم بالصلاه و هم ابناء 7 گفتن. تا 7 سالگی حتی نماز تعلیم دید نگفتن، بعد از 7 سالگی تعلیم دید گفتن. یعنی وقتی که 7 ساله شد نماز را تعلیم دید، یعنی سن تمیز را جدا کردن. اینها جاریه بودن، به سن تمیز ندار آمده بودن. دخترچه خردسالی که
6 ساله 9 به 7 ساله در آمده ایستاده اینها این سرود رو خواندن. از همین جهت رسول الله اینها را تکفیر نکردن برای که کودک است. اما در خود همین روایت، در روایتی که زیادتی به این روایت در مسند امام احمد است، می آید که پیامبر گفتند که این سخن نگویید، این سخن نگویید. یکم مسئله، یکم جواب ما. ببینید فهم ما چه خیلی است و فهم محمد وارث منیب مشرک چه خیلی است. ما نه دخترچه ها را عیب دار میکنیم نه رسول الله عیب دار میکنیم. دخترچه ها خردسال کودک بودند که کودک صبی معذور است همیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم آدم معذور چه خیلی تکفیر کنه؟ ای به عقلی وارث منیب زندیق. بعد از این جواب دوم علما گفتند که بارک الله فیکم، این سخن کودک ها را رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند ولیکن مقصد کودک ها دیگر بود. چخیلی که در تفسیرش علما ذکر میکرد، یعنی به این کودک ها مقصدا تعلیم این داده بود که رسول الله میداند از روز آینده یعنی چی؟ یعنی علامت های قیامت رو، بزرگش و خردش رو، و از بارک الله فیکم جنت و دوزخ، از عذاب قبر، چیزهایی که به وحی الله نازل می شود از آینده ذکر میکرد. همین مقصد داشت. یعنی مقصد این کودک ها خوب بود. گفتن مقصدشون چی بود؟ مقصدشون مطلق نبود بلکه مقید به وحی بود. یعنی در بین ما رسول هست که به سبب وحی الله آینده بعضی چیزها رو به ما خبر میتد. آیا رسول الله از شکست خوردن قیصر خبر ندادن؟ از شکست خوردن روم خبر ندادن؟ از شکست خوردن کسرا فارس خبر ندادن؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم از غیبیات به مانند جنت و چگونگیش، رفتن و آمدنشون، عذاب قبر خبر ندادن؟ خبر دادن. این به اذن الله بود، به اذن الله خبر دادن. الا من ارتضى من رسول. الله هر چیزی که از غیبیات به رسول الله خبر داده رسول الله به ما خبر داد. از علامت های روز قیامت که می آید، علامت های بزرگش و کوچکش. انا مقصد جاریه میگن انا همین بود. ولی این خوبسا کجا و این جهلای جهمی کجا و منهج اهل سنت کجا؟ اینها در یک وادی هستند، منهج اهل سنت دیگه در دیگر وادی است. خیر بیاد ببینید. نعوذ بالله من ذلك. زیرا این خوارج میگن عازری کافر است، عازری کافر است. این ادب و علم ندارن که مثلا تحقیق بتونن. یعنی اینقدر ادب علم ندارد میگه. ادب علم تحقیق همین است. مگر تحقیق و ادب علم همین است که رسول الله عازری بودن این دخترچه ها را بگویی اعوذ بالله به کفر واقع شدن؟ ادب همین است که حواریون را بگویی که به قدرت الله شک کردند و حضرت عیسی اونها به چیزی نگفت. همین است ادب. یا که ادب این است که به مذهب سلف صالح روی، به فهم مادرمون عایشه فهمی، به فهم سلف فهمی، به فهم علی فهمی، به فهم دیگر از عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم فهمی، سعید ابن جبیر فهمی، بگویی که حواریون به قدرت الله شک نکردن، حضرت عیسی اونها را عذر ندادن. به همین طرز سوال دادنشون گفتن که از الله ترسید، سوال دادن شما بی‌زیب است. بله الله دعای من قبول میکند. انا این مگر آداب نیست؟ فهم سلف مگر بی آدابی بود؟ سلف دیگر چیز فهمیدن. من همیشه میگم فهم ما معلق به فهم سلف است. سلف چگونه فهمیده باشند والله فهم ما امین است. چگونه که آیتی هل یستطیع قصه حواریون رو ما به فهم سلف فهمیدیم، به دو روایت، به مفسرین و غیره، علما و منهجا، این حدیث رو به فهم سلف اول فهمیدیم. انا این است آداب. اما محمد وارث منیب ببینید جهل را عذر میگوید. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم و یعنی پیامبر عیسی علیه السلام چیکار کردند؟ جهل را عذر گفتند و اینها را عذر دادند. از این عبارت که جهل عذر است یا نیست؟ در نزد محمد وارث منیب جهل عذر است. جهلی که منتسب به اسلام، یعنی کسانی که خود را مسلمان گویند و به کفر شرک واقع شوند، جهلشون عذر است. برای همین میگم که دروغ میگوید محمد وارث منیب، دروغ میگوید. این خبیث شما را فریب میدهد. میگه عازری کافر است. پس بگه بیازی نبی علیه السلام کافر شد. نعوذ بالله من ذلك. اعوذ بالله ثم اعوذ بالله من ذلك. لحاظ دوست ارجمند، کسی را که الله و رسولش عذر داده ما شما عذر میدیم. میگه ما شما کافر نمیشیم بلکه ایمانی ماست. انا ببینید برای همین میگم که محمد وارث منیب عذری است. میگه که کسی را که الله و رسولش عذر داده ما عذر میدیم. و در دوامش چی را نقل کرد پیش از این؟
یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به کفر عذر داده، عیسی علیه السلام به حوارین میگه عذر داده. ما هم میگوید امروز مسلمان هایی که قبر پرستی میکنن عذر میدی، جهل عذر است میگه. انا کنون فهمیدید که جهل عذر میگه. انا کنون بازی خباثت این منافق فهمیدید که چگونه بازی سخت به شما میکنن. اما این بازی های این لعبه های این به ما نمی رود، به ما نمی گذرد. ما هر یک لهجه و صحبت و لفظ اینها را میفهمیم. لیکن مردم عامه را فریب میدید. تا به حال یک چند طالب علم ها را فریب داده است، به سبب همین خبیث آذری شده به ما اومده کشوله کرده، تلاش و ترتیش دارد. اسلام ماست، کسی را که الله و رسولش عذر داده ما عذر میدیم و این گپ دین ماست. کسی که به دین اسلام عقیده داره اینا باید قبول بکنه. کسی را که الله و رسولش عذر نداده ما هم عذر نمیدیم، خلاص. اما ای که آذری کافر است میگن دروغ میگن، به خاطر که اینجا عیسی علیه السلام عذر داده، اینجا نبی علیه السلام عذر داده، کلی انبیا، کلی صحابه، کلی علما، حتی امام شافعی عذر داده. ببینید اگر جهل عذر نباشد، اگر خودش عذری نباشد، چرا عیسی علیه السلام عذری عذر داده میگه؟ محمد علیه السلام را عذری بود و عذر داده میگه. تمام کل انبیا، کل صحابگان، کل سلف، حتی امام شافعی عذر داده است. از این میبارد که جهل عذر است. امام ابن حزم عذر داده، کلی سلف عذر دادن در زیاد مسائل. لہذا این گپ تفصیل داره برادر ارجمند. امید است که مسئله تا فهمیده باشی. سوال ببینید میگوید که بارک الله فیکم. سوال دوم که عذری که گفته میشه دوست ارجمند، میگوید که امام شافعی و ابن حزم ظاهری میگه در کل مسائل عذر داده. اکنون فهمیدید که جهل در نزد اینها در کدام حالت عذر است و در کدام عذر نیست. ببینید بار دیگر میگم، جهل به کفار اصلی عذر نیست، جهل به یهود و نصارا عذر نیست در نزد وارثی منیب. اما جهل به قبوری ها، به کفار مشرکینی که خودشان را به اسلام نسبت میدهند جهل عذر است. انا همین سخن را گفته شده است محمد وارثی منیب. و محمد وارثی منیب دعوا میکند که تمام انبیا عذر دادند، عیسی علیه السلام شاگردانشون که به کفر واقع شده بود عذر دادند، محمد صلی الله علیه و سلم عذر دادند. میگه چرا ما عذر نتیم؟ من این است عقیده ما. کسی که قبول نکنه میگه گمراه است، خوارج است. انا کنون بار دیگر میگم اجماع سلف صالح کجا رفت؟ در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین اجماع سلف صالح که حالا مسئله کفر شرک این خیلی مسئله بزرگ است، از این پایانتر، از این به مرحله پایانتر سلف صالح عذری را تکفیر کردن. این کجا رفت؟ اکنون دیدید که محمد وارث منیب عذری هست، فریب میدید، نیرنگ و دسیسه دارد، تلبیس میکند، این مدلس است، این زندیق است. این تمام سلف صالح منهج اهل سنت را منهج خوارج غلو میگوید. این خوبسا وقتی که دیدن که ما اینها را زدیم، انا همچنین دسیسه بازی را شروع کردند، یعنی آمیخته کردن مسئله را روپوش کرده، چلپوش کرده میروند. لیکن ما میفهمیم اکنون حکم آخرین ما، حکم واضحتر و انیقتر ما این است که محمد وارث منیب عذری است. اهل سنت را خوارج میگوید، یک خبیث مشرک است. مشرک است. برای چی؟ برای آنکه سال 2020 ما به این حجت قایم کردیم. همه کتاب ها با خبر بعد از فهمیدن دارد فریب میدهد، به مانند جهم بن صفوان است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك. بارك الله فيكم برحمتك يا ارحم الراحمين. این بود مسئله.